سلام بچه، امیدوارم حالتون عالی باشه. خوش اومدین به یه ویدیو جدید از علی فوتبال. تو این ویدیو قرار کل بازیکنان باکس اپیک جدید رو بررسی کنیم. نقاط قوت و نقاط ضعف هر کدوم از بازیکنان رو بگیم. در آخرم یه رتبه بندی کامل داشته باشیم تا بدونین اگه تیکت انتخابی گرفتین یا شانس رایگان زدین کدوم بازیکن واقعا ارزش گرفتن داره. پس تا آخر ویدیو همراه من باشین، چون آخر ویدیو هم رتبه بندی نهایی رو میگم، هم بهتون میگم اگه کدوم بازیکن رو رایگان گرفتین باید حسابی خوشحال باشین. بریم اول از همه از شینجی اونو شروع. بازیکنی که به نظر من ضعیف ترین بازیکن این باکسه. شاید بعضی از شما بگین چون سبک بازیش هولو پلیره میتونه گزینه خوبی باشه، اما واقعیت حتی اگه هولو پلیر هم ندارین بازم پیشنهاد نمیکنم سراغش برین. دلیلش اینه نسبت به بقیه بازیکنان این باکس ارزش خیلی کمتری داره و تاثیر خاصی روی تیمتون نمیذاره. اگه قرار باشه تیکتتون رو خرج کنید یا شانس رایگانتون زدین که اینو گرفتین که بد شانس بود، روی این بازیکن حساب نکنین برای اینکه تیکتتون رو روش خرج کنین. ارزش تیکت نداره. نقاط قوتش چیه؟ کم کنترل توپ داره و تکنیکش قابل قبوله. بال کنترل و دریبلاش قابل قبولن. و نقاط ضعفش نسبت به بقیه بازیکن‌ها یک بازیکن بدی محسوب میشه و ارزش خرج کردن تیکت رو نداره. حتی اگه هول پلیر هم توی تیمتون نداریم بازم پیشنهاد نمیکنم. بریم به بازیکن بعدی، دنیل ماسا رو برسیم. بازیکنی که یک مهاجم فاکس این د باکسه که روی کاغذ شاید جذاب باشه، اما وقتی به آمارش میرسیم نسبت به مهاجمای این باکس فاصله داره. فینیشینگش در حد مهاجمای خیلی خوب نیسته توی رایگانا و اون چیزی که انتظار دارین رو بهتون ارائه نمیده. فاکس این د باکس کارش چیه؟ اینه که توپای مرده رو گل میکنه. این فینیشینگش زیاد نیسته که بتونه اون کیفیت رو ارائه بده. وقتی توی همین باکس مهاجمی مثل وین رونی و آگوئرو هستش منطقی نیست که تیکتمون رو برای این خرج کنیم. نقاط قوتش چیه؟ نقاط قوت ولی نداره. جایگیریش کم خوبه با خاطر سبک فاکسینده باکسش. و نقاط ضعفش چیه؟ فینیشینگش پایینه، آمار هجومیش پایینه، نسبت به مهاجمای دیگه این باکس ارزش کمتری داره. حالا بریم به پول اسکول برسیم. حالا نوبت پول اسکول ما یک فاکسینده یک باکس تو باکس محسوب میشه، اما یه نکته مهم وجود داره. بعضی باکس تو باکس ها بیشتر دفاعی هن، یعنی آمار دفاعیشون خوبه که این نیست. بعضی هم آمار هجومیشون خوبه، همش به حمله اضافه میشن که این آمار هجومیش هم خوب نیست که این هیچ کدومش نیست. از طرفی هم نمیتونین ازش به عنوان هافبک دفاعی استفاده کنین، چون هم آمار دفاعیش پایینه هم قدش کوتاهه. هافبک کناری شاید بشه استفاده کرد ولی نمیتونین باش به عنوان سانترش استفاده کنین، چون باکس تو باکس نمیتونه سانتر بکشه، همش میره به وسط اضافه میشه. ارزش کمتری هم از هافبک های این باکس داره. نقاط قوتش چی؟ پاساش خوبه، شوتاش خوبه، حفظ توپش هم خوبه. نقاط ضعفش نه باکس تو باکس دفاعیه نه هجومیه، همینطور که نگاه میکنید. برای هافبکی دفاعی مناسب نیست، آمار دفاعیش پایینه، قد کوتاه هم داره. بریم سراغ بازیکن بعدی، آقای دروازه‌بان دیوید سیمن. دیوید سیمن دروازه‌بان بدی نیست، ولی اگه گلر مناسبی نداشته باشین میتونه عملکرد قابل قبولی ارائه بده. مشکل اینجاست خیلی الان چون کانو خیلی داده با کورتوا و با اینا رو، خیلی الان کانو کورتوا دارن، مخصوصا کوبه اینا رو دارن. این لازم نمیشه، این از اونایی دیگه ضعیف‌تره. اگه اونا رو نداریم میتونید اینو بگیرین اگه دروازه‌بان خوب نداریم. نقاط قوتش چیه؟ واکنشاش خوبه، عملکردش خوبه، انتخاب مناسب برای کسایی که دروازه‌بان ندارن، قدش هم که مناسبه. نقطه ضعفش چیه؟ کان و کورتوا رو دارید، ارزش گرفتنش پایین میاد. حالا بریم سراغ بازیکن بعدی،
آقای مارکو رویس. مارکو رویس یکی از بازیکنایی که خیلی ها دوستش دارن. مهمترین ویژگیش اسکیلاشو براتون بیارم. اسکیل ویژنری پاس که اینو براتون آخر توضیح میدم. به خاطر همین موضوع رویس بازیساز خیلی خوبیه، اما از اون طرف فینیشینگش خیلی بالا نیست. موقع دریبل هم کمی کند میشه. فینیششو ببینیم با هم دیگه خیلی بالا نیست. موقع دریبلش هم کمی کند میشه. احساس کندی باشه. اگه یک دنبال بازی ساز از کنار هستین، رویس میتونه انتخاب خوبی باشه. ولی اگه هدفتون گل زنیه، بازیکنان بهتری هم تو این باکس هستن که بخوای گل بزنن. نقاط قوتشون چیه؟ همون اسکیل ویژنری پاس، پاسای کلیدی و فوق العاده، بازی سازی عالی. نقاط ضعفش فینیشینگش خیلی بالا نیست و هنگام دریبل کمی کند عمل میکنه. بریم سراغ بازیکن بعدی که روی کاستا هست. روی کاستا یکی از خاص‌ترین بازیکنان این باکس. سبک بازیش هم کلاسیک نامبر 10 که توی همه ترکیبا جواب نمیده و همه نمیتونن ازش بازی بگیرن. و بعضیا که میتونن ازش بازی بگیرن واقعا بازیکن خوبی. اصلا کلاسیک نامبر 10 سبک خیلی خوبیه که هم بازی سازی میکنه، هم تو حمله شرکت میکنه، هم وسط زمینه، هم جلوه، هم پاس گل میده، هم گل میزنه. اگه بتونین ازش بازی بگیرین و توی ترکیبتون باشه عالی. قبل از اینکه بریم سراغ 5 تا بازیکن بعدی، اگه تا اینجای ویدیو براتون مفید بوده همین الان یه لایک کنید و این کار واقعا از کانال حمایت میکنه، باعث میشه ویدیو بیشتری از این سبک براتون بسازم. خب دیگه وقت باشه بریم سراغ جذابترین بخش ویدیو، یعنی 5 بازیکن برتر باکس. راستی شما بگیم با کادویی که زدین کدومو گرفتین؟ خب بریم سراغ مارک فن بومل. هافبک دفاعی انکرمن داره که بیشتر جلوی دفاع قرار میگیره، فضای خالی رو پوشش میده، تعادل تیم رو حفظ میکنه از نظر دفاعی، توپگیری و پاس دادن عملکرد خیلی خوبی داره. و اگر هافبک دفاعی مطمئن نداریم میتونه انتخاب فوق العاده ای باشه. البته یک نکته مهمی هم هست، احتمالاً همتون حدود 90%تون حداقل نسخه رایکارد رو داریم که از این بهتره. برای همین انتخابتون نباید این باشه اگه رایکارد انکرمن دارین، رایکارد دیلیگه. اما اگه هنوز اونو نگرفتین این انتخاب خیلی خوبی برای انکرمن میتونه باشه. نقاط قوتش چیه؟ قدرتمنده، دفاع و توپگیریش عالیه، پاسای خوب میده، اسکیلاش کامله، برای کسانی که هافبک دفاعی ندارن خیلی مناسبه. نقاط ضعفش چیه؟ بیشترتون رایکارد و هندرسون دارین، برای همین ارزشش کمتر میشه. خب بریم سراغ بازیکن بعدی، فرانک رایکارد. حالا ما رسیدیم به فرانک رایکارد، یکی از بهترین بازیکن این باکس. این نسخه فرانک رایکارد دسترویر هست، یعنی دائما رو پای بازیکن حریف میره و پرس میکنه، برای توپ جلو میاد و اجازه بازی سازی راحت به حریف نمیده. نکته جالبش اینجاست که علاوه بر هافبک دفاعی خیلی ازش در دفاع هم استفاده میکنن که میبینین جوابم میده. اونجا هم خیلی عملکرد فوق العاده ای داره. اگه هافبک دفاعی سبک بالا ندارین، رایکارد بدون شک باید اولین انتخاباتون باشه کنار مارک فن بومل. نقاط قوتش چیه؟ دفاعش عالیه، توپگیریش عالیه، پرسش قویه، قابل استفاده در دفاع و هافبک دفاعی و دفاع وسط. یکی از بهترین دسترویرهای رایگان بازی. اگه هافبک دفاعی خوبی مثل رایکارد، انکرمن هم اگه داشته باشین که اولویتش پایین میاد، چون دوتا رایکارد رو نمیتونین توی یک ترکیب بزنین و انکرمن برای بیشتر ترکیب بهتر جواب میده. خب نقاط ضعفش چیه؟ چون سبکش دسترویره بعضی وقتا برای توپگیری از جای خودش خارج میشه و ممکنه پشتش فضا ایجاد بشه و حریف از فضای خالی استفاده کنه. اگر نسخه رایکارد قبلی رو دارین که اون نسخه در حدود 70-80% ترکیب عمل کرده بهتری داره، همچنین نمیتونین اونو دوتا رایکارد رو توی یک ترکیب استفاده کنید. بریم سراغ بازیکن بعدی این باکس، یعنی وین رونی. وین رونی یک دیپ لاین فوروارد با کیفیت، سرعتش هم خوبه، قدرت بدنیش هم مناسبه، شوتای قدرتمند و اسکیل ویل پاورش که اینجا میبینید، اسکیل ویل پاور که اینم براتون توضیح میدم، باعث میشه
هرچی بیشتر شوت بزنی خطرناکتر بشه. علاوه بر اون گلزنی در بازی سازی به تیم خیلی کمک میکنه. مهاجم کاملی محسوب میشه. نقاط قوتش چیه؟ شوت قدرتمندش، اسکیل ویل پاورش، سرعتش مناسبه. نقاط ضعف چیه؟ بازیکن خیلی خوبیه اما مشابهش داخل بازی زیاد پیدا میشه چون دیپ لاین فوروارد خیلی بازی میده. مثلا هری کین، اگه هری کین داریم سراغ این نیاین چون هری کین هم تقریبا در همین حالته. ولی اگه توی کادو که زدین اینو گرفتید شانستون خوبه. خب بریم سراغ مهاجم بعدی، آقای وین رونی که کارت جدیدی. وین رونی وین رونی نه، سرخیو آگوئرو یکی از ارزشمندترین بازیکن‌ها این باکسه. سرعت، شتاب، ببینید با هم دیگه گل پوچه، سرعتش خوبه، شتابش خوبه، ببینید اسپید اگریشنش خوبه، فیزیکش خوبه، فینیشش خوبه. اگه ازش درست استفاده کنید مهاجما رو اذیت میکنه. و اینجا هم که اسکیل بلیتز کرل داره که میتونه کرل هم بزنه، ولی برای کرل مثلا فینیش خیلی خوب لازمه، کات خیلی خوب لازمه که این نه فینیشش نه آنچنان خوب نیست ولی خوبه. کرلش هم که کرل نداره که بتونه ازش استفاده کنین و به کیک پاور احتیاج داره که اونم متوسطه. یعنی مثلا بلیتز کرل میزنه احتمال 70% گل نشه، 30% گل بشه. خب بریم سراغ نقاط قوت و نقاط ضعفش. نقاط قوتش چیه؟ سرعتش بالاه، شتابش بالاه، فینیشش خوبه متوسطه، بالانسش فوق‌العاده‌ایه، دریبلش هم خیلی خوبه. نقاط ضعفش با وجود اینکه کارت جدیدیه بعضیا ویژگی کلیدی مورد انتظار مهاجم تاپ رو نداره، مثلا گلزنیش کامل نیسته، برای گلزنی نمیتونه استفاده کنه. و اما میرسیم به بهترین بازیکن باکس از نظر من، دنیز برکمپ. اگر داخل تیمتون یک کرفتی پلی میکر سطح بالا نداریم، برکمپ بهترین انتخاب ممکنه. پاسهاش فوق‌العاده، کنترل توپش عالیه، دریبلش نرمه، هوش بالای بازی سازیش باعث میشه که مهاجمتون همیشه در موقعیت گل قرار بگیره. شاید از اینکه فیزیکی کم قدرتمند نباشه ولی کیفیت فنی که داره باعث شده بهترین بازیکن این باکس باشه. با پاساشو این کرفتی پلی میکر چیکار میکنه؟ پاس میده، موقعیت گلزنی میسازه برای مهاجمتون. این همون کارو فقط میکنه. فینیشش هم خوبه. نقاط قوتش چیه؟ بهترین هافبک این باکسه، پاساش خوبه، دریبلاش عالیه، کنترل توپش عالیه، موقعیت سازیش خوبه. پلی میکر خوب نداریم، بهترین انتخاب ممکنه. نقاط ضعفش چیه؟ فیزیکش خیلی زیاد نیست، در درگیری های فیزیکی تو رو دست میده. و خب حالا ما بریم برای رتبه‌بندی نهایی. رتبه‌بندی نهایی از 1 شروع میکنم. دنیز برکمپ، 2 سرخیو آگوئرو، 3 وین رونی، 4 فرانک رایکارد، 5 مارکو فان بومل، 6 روی کاستا، 7 مارکو رویس، 8 داوید سیمن، 9 دانیل ماسارو، 10 پول اسکولز، 11 شینجی اونو. اگر با شانس رایگان موفق شدین برکمپ، آگوئرو یا وین رونی رو بگیرین واقعا خیلی خوش شانس بودین، چون این 3 نفر ارزشمندترین بازیکن این باکس هستن. میتونین کیفیت تیمتون رو حسابی بالا ببرید. در آخر من در تمام بازیکنان این باکس مکس زدم که میتونین از اینها در آخر ویدیو براتون میذارم، میتونین از اینها استفاده کنین تا بهترین عملکرد ممکن ازشون بگیرید. و راستی بیایم بهتون اون ویژنری پاس و ویل پاور رو توضیح بدم. ویژنری پاس باعث میشه پاس‌های فوق‌العاده کلیدی بندازه بازیکنی که ویژنری پاس داره برای مهاجمتون.
که موقعیت عالی بگیره که مارکو رویس این ویژگی رو در این باکس داره. ویل پاور باعث میشه که مهاجمتون هر چی شوت بزنه خطرناکتر بشه، مثلا شوت هفتم یا هشتمش خطرناکتر از شوت اولشه. خب اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. موفق باشین. فعلا خدا نگهدار.